و در یک شفت میتونه که 100 راس گاو و 500 راس بز و گوسفند و اگر این شفت دو برابر شد یعنی در 16 ساعت میشه که 200 راس گاو و 1000 راس گوسفند و بز ذبح شود. مدیریت خون، پوست، روده، استخوان، تمام موضوعات در نظر گرفته شده. فاصله بیشتری را با شهر رعایت کردیم و مسلخ در موقعیت قبلی خود مشابه از او ایجاد شده به معنی از است که گام اول برداشتیم و سر محدودیت هایی که وضع میکنیم در مقابل بعضی کسا که خود زورمند نمیدانم، برای ما زورمند نیستن، اونایی که گنج های مواشی و مسلخ ها را به گروگان گرفتن، برای از اونا دیگه فرصتی نیست که اونا قرار باشه با سرنوشت و زندگی مردم بازی بکنن. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.